سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه تلویزیونی الاهوازیه. امروز با شما هستیم با یک برنامه به زبان فارسی. در واقع این برنامه رو ما با یکی از دوستان مبارز اهوازی امروز قراره یک مصاحبه کوتاهی داشته باشیم. با ما باشید. در جهانی که گاهی سکوت همدست جنایت هستش، صدای حقیقت اهمیت دوچندانی پیدا میکنه. امشب ما در کنار مردی نشستیم که سالهای عمرش رو نه در خانه بلکه در تاریکی زندانهای رژیمی گذروند که حتی نفس کشیدن رو برای مخالفانش جرم میدونه. اون نه تنها نامش بلکه زخمهاش نیز گواه مبارزه هستند. طاهر ابونوال الاهوازی، صدای یک ملت، یک خاک و شاهدی زنده بر جنایت‌های جمهوری اسلامی در سرزمین اشغال شده اهواز هستش. با ما باشید تا در مورد سلول انفرادی، شکنجه، مقاومت و از آرزویی که هنوز نفس میکشد گفتگو کنیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای طاهر ابونوال الاهوازی. با عرض سلام، اول اجازه بدید از جناب علی و کل بینندگان تلویزیون الاهوازیه تشکر کنم که در واقع در رابطه با این دیدار که حقایق زیادی در رابطه با سیاه‌چال‌های نظام موسوم به جمهوری اسلامی ایران یا در واقع از نظر مبارزین اهواز و حتی ملل غیر فارس به عنوان دولت اشغالگر شمرده میشه، این واقعا امری است که کلی در واقع میتونیم جزئی از این همه جرم که در اتاقهای خاموش حقیقتا در سلولهایی که در واقع وقتی آدم در فکر یا در ذاکرش میخواد بحث کنه میبینه انگار 24 ساعته تو یک محتم فاتح خانی است. گریه، داد و بیزاری که از شکنجه های وزارت اطلاعات جمهوری نامقدس در اتاقها پیش میاد. بفرمایید. بله جناب ابونوال عزیز، قبل از هر چیز میخوام یک معرفی کوتاهی از خودت برای بینندگان داشته باشی و اینکه به ما از سالهای قبل از سال 2006 بگی و از چطور شما اصلا سرنوشت شما رو به سمت کشور دیگه ای برد و چرا شما خودت رو موظف دونستی که به یک فعال سیاسی در واقع تبدیل بشی. دوباره من از جناب علی تشکر میکنم. در واقع بنده اگر میخوام بر گذشتم برگردم باید از سالهای 56 57 قبل از اینکه انقلاب موسوم به انقلاب 57 یا 79 میلادی برگردم. بنده فرزند یکی از روستاهای غرب کشور الاهواز اشغالی هست به اسم الان که شهر شده ابوهمیزه است. بنده دوره راهنمایی را در مدرسه فیصل ترفی در شهر الخفاجیه تحصیل کردم. سال اولم بود چون در ابوهمیزه دوره راهنمایی نبود و اونجا ما همیشه در تظاهراتی که شب و روز در واقع جهت اولا اسقاط دیکتاتوری پهلوی به اضافه حقوق ملتمون یا اون در واقع سیاست هایی که زنجیله در واقع در رابطه با مسائل فرهنگی، مسائل حتی اجتماعی و سیاسی، ما در مدرسه فیصل ترفی کلاس اول، کلاس الف، اون زمان معاون مدرسه هم عطایی بود که ما در تخت سیاه اتاق نوشتیم مرگ بر شاه در زنگ استراحت و از اونجا
که معاونت آموزش پرورش یا همون مدرسه ما را فراخواند و گفت بعد از کلاس درس شما باید بیای اینجا با هم بریم اداره آموزش پرورش خفاجی همون سوسنگرد که شما را به ساواک معرفی کنم. که خب پس شما فعالیتتون رو از سالهای کودکی شروع کردید؟ بله در واقع، چون ما اصلا کلا اهواز اگه میخوایم در رابطه با تاریخ مبارزاتی اهوازی ها برگیم، همون سالهای اول بعد از 1925 شروع شده. حالا چه در روستاها چه در شهرهای بزرگ مثل المحمره یا همون بقول اشغالگران خرمشهر یا مناطق دیگه یا حتی مناطق شوشو یا سوس یا حتی الخفاجیه. البته این باعث شد که بنده دوستانی که در اون زمان میدونن موقع جغرافیای این مدرسه فیصل طرفی کجاست، زمانی که ساختن سال دوم بود که ما داخلش درس میخوندیم، پشت مدارس خالی بوده که من به جای اینکه بعد از اتمام کلاس به جای اینکه برم داخل حیاط از پنجره خارج شدم و مستقیما به پیاده به روستا برگشتم، روستای ابوحمیزه. بعدم رفتم به خدا بیامرز پدرم که در زمین کشاورزی بوده، علی الیابر، در اون منطقه همه میشناسن، منطقه قدیر. رفتم گفتم آقا من ساواک دنبالمه، ممکنه همین الان بیا جاندارمری. اون زمان بود که از بسیجای امروزم بیشتر یا کمتر وحشیت ندارن، چون همون سیستم و همین. بعد همون روز که شد اخویم بزرگ آقای ابو ابراهیم اسماعیل خارج شدیم کویت. خارج شدیم کویت قاچاقی با لنج و از اهواز. دقیقا میشه همون روزی که بختیار همون نخست وزیر بعد از هویدا فکر کنم از ایران فرار کرد. ما همون روز سوار مینوبوس شدیم رفتیم سمت خلیج عرب و از اونجا فرار کردیم، از دست ساواک فرار کردیم کویت. هم بعد از پیروزی انقلاب ما خوشبین بودیم، چون خمینی در واقع که بعداً اسم خمینی دجال براش تعریف شد، واقعا این تعریف براش عالی بود، چون کل شعارهای امیدوار کننده که به ملت‌های عموم ملت‌ها داخل جغرافیای موسوم به ایران، حالا چه ملل غیر فارس چه حتی ملت فارس، که من یادم یکی از شعارهاش این بود که دیگر ملل یا به قول خودشون شهروندان دیگه مجبور نیستن برن بانک حقوق بگیرن یا چیز بگیرن یا مصرف برق. اینا منظور این که بله من از سال 57 56 شروع کردم مبارزاتی. بعدم که برگشتیم متاسفانه دیدیم وضعیت بدتر شده. زمانی که ما در اون زمان تقریبا 14-15 ساله بودم تا برگشتم حدود 18 سال بود که متاسفانه ما خیلی از دوستان میگن مثلا جنگی که شروع شد ما از خیلی حوادث، به اعتبار من بنده فرزند مرزبانی هستم یا مناطق مرزی هستم بین الاهواز اشغالی و عراق، ما دیدیم در اون زمان کمیته بود و غیره که تهدید شد و سمت عراق و روستای عراق که جنگ شد دوباره بدبختی نظام و دنبال کردن مبارزین اهوازی شروع شده. بفرمایید. بله خب بینندگان عزیز، همجور که میبینید و از صحبت‌های ابونضال عزیز هم در واقع شنیده میشه، ملت اهواز در زمان پهلوی و در نظام جمهوری اسلامی به یک شکل مورد اذیت آزار و دچار مشکلات عدیده‌ای از جمله تبعیض، از جمله اشغال شهرها و حتی تغییر نام شهرها بودند. و خب یک چیز طبیعی وجود داره که افرادی که وطن و سرزمینشون رو دوست دارن بر علیه در واقع اون نظام حاکم بلند میشن و مبارزات خودشون رو در هر دو رژیم خواهند داشت. جناب ابونضال عزیز، برای ما از
دستگیریتون و چگونه انتقالتون به کشور ایران لطفاً بگید و اینکه بگین در چه کشوری بودید و آیا اونجا باز هم مبارزاتی داشتید و چطور به ایران منتقل شدید؟ تشکر. البته اجازه بدید من در عرض 2 دقیقه قبل از اون رو خدمتتون تعریف کنم. البته دیگه این مسائل مبارزاتی در شهرهای اهواز، روستاهای اهواز ادامه داشت، حتی روزهای جنگی که در واقع اگه میخوایم واقعیات نشون بدیم ایران شروع کننده این جنگ هاست بر مبنای حوادث مرزی اینا. بنده 2 تا برادرم ابو ابراهیم که در زمان جنگ دستگیر شد حکم اعدام براش صادر شده. بعد از اون 11 سال بعد از اتمام جنگ در عهد رفسنجانی 33 سال بعدش شد 11 سال که نزدیک به 10 سال کشید آزاد شد. در رابطه با وضعیت بنده بعدش هم که آقای بوشریف دستگیر شد که دانشجوی حقوق بود در دانشگاه آزاد شهر پایتخت اهواز اشغالی. بعد بنده مجبور شدن در رابطه با چون مورد تعقیب نیروهای امنیتی شدیم، بنده قبل از خانوادم از الاهواز خارج شدم به سمت سوریه. البته این بار اول بود. بعد خانواده ملتحق بهم شدن و اونجا و در رابطه با سازمان بین الملل بنده به عنوان یک پناهنده که کلیه کارهای پناهندگیم با مدرک و سند و قبول شدم اون زمان که قرار بود بنده به کشور کانادا سفر کنم و منتظرم که فردا پس فردا در رابطه با پروازم یا انتقالم با خانوادم به کانادا بشه که بعد از ظهر. البته این اتفاق بعد از حوادث و تظاهرات 2005 15 همون شهر نیسانی، همون شهر اشغال اهوازه در عربی، انگلیسیش یا عربیش نمیدونم، که همین برج تقریبا برج 4 بود. بر مبنای همون نظام اشغالگر در واقع روز 21 همین ماه به دستور نیروهای امنیتی سوریه دستگیر شدم و اتهامم این که بنده دارم با داخل اهواز در رابطه با تظاهرات و جنب و جوشی که فرزندان ملت عرب الاهواز در رابطه با احتراز نامه ابطحی که در اون نامه ظاهر شد که نظام اشغالگر میخواد ملت عرب اهواز رو مهاجرت بده، آبهای اهواز انتقال بده و مسئله سد عرب کش که همون کرخ که واقعا عرب کش شده اینجا ملتمون تو خیابون ها ریختن. بنده اون زمان در حدود این 2005 بود. 2 هفته با چند تا از دوستان بازداشت شدم، بعد آزادم کردم با تعهد بعد از حدود برج 11 2006 بنده فتونه بودم. جناب ابونضال عزیز، شما در کدوم کشور بودید؟ در واقع این اتفاقات در کدوم کشور افتاد؟ اون زمان شما در کجا تشریف داشتید؟ سوریه بودم. سوریه بودم، پناهنده بودم. خدمتتون گفتم داشتم دیگه آمادگی سفر برای خارج از سوریه بکنم که اینها نیروهای امنیتی ما را دستگیر کردن و در سوریه به اتهام اینکه شما دارید اداره انتفاضه در شهر اهواز یا شهرهای دولت اهواز دارید اداره میکنید. گفتم بابا من با چه امکاناتی شما دارید؟ البته این بحث طولانیه که ما اون زمان در رابطه با سوال جناب عالی در سوریه مدت 11 روز 2006 11 روز در سیاهچال‌های اطلاعات سوریه در شارع در خیابان بغداد پشت هلال احمر خیابان بغداد 11 روز با چند تا از دوستان بازداشت شدم که متاسفانه روز 12 ما را به پایتخت اشغالگری، پایتخت تهران در واقع، با هواپیمای خصوصی ما را انتقال دادن. 24 ساعت در بازداشتگاه زندان ایوین
بازداشت شدیم. البته شکنجه هایی که در سوریه، من باید یادآوری کنم، از همون لحظه نیروهای امنیت ایران همدست با نیروهای حزب الله لبنان و نیروهای سوریه در همون اتاقهای زندان بازداشت سوریه ما رو شکنجه میکردن. یعنی ما اونجا ترانه های به قول خودشون انقلابی و صحبت هایی که با همدیگه صحبت میکردن، فارسی صحبت میکردن. یعنی شکنجه از داخل سوریه شروع شد و بعدش که به تهران و بعدش که به شهر اهواز منتقل شد. خب بر هیچ کس پوشیده نیست که نظام بشار اسد و نظام در واقع حزب الله لبنان زیر نظر حسن نصرالله یکی از دست نشانده های حکومت ملاهای تهران هستش. بعد از انتقال شما به اوین رفتید و بعد هم گویا به زندان اهواز منتقل شدید. من عذرخواهی میکنم، میدونم که یادآوری روزهای تلخ شکنجهگاه جمهوری اسلامی برای شما بسیار سخت هستش، ولی ما باید صدای حقیقت باشیم، باید آنچه را که در زندانهای ایران و در زندانهای جمهوری اسلامی میگذره رو برای دیگران شفاف و روشن کنیم. برای همین میخوام تا جایی که یاری میکنه در واقع توان شما هست برای ما توضیح بدید از لحظه ورودتون به زندانهای جمهوری اسلامی ایران. تشکر میکنم. البته من دنبال صحبتم بگم که در همون ساعت اخیر مامور اطلاعات ایران، تا الان یادمه، چون زمانی که ما رو پیش سرهنگ سوری عربی مال نظام بشار الاسد برد، چشم بندامو بالا کشیدن، دیدم حتی یادمه یک شلوار قهوه‌ای هم پوشیده بود. اون که بنده شکایت کردم، گله کردم پیش اون سرهنگ اطلاعاتی سوریه، گفتم این، یعنی خواستم به اصطلاح احساساتشو به عنوان اینکه این عربه، به سرهنگ گفتم من تعجب میکنم روی سرزمین بشار الاسد مامور ایرانی منو بوکس یا مشت میزنه یا لگد میزنه. مامور بلند شد گفت خدا کریم ما الان میریم اونجا نشونت میدم چی کار میکنم. یعنی داخل پیش همون سرهنگ، داخل ببینندگان عزیز، عرب و عجم و انگلیسی و هندو و افغانی میگم، اونجایی که در مرکز شهر ساحت الامویین، اونجا بازداشتگاه امنیت اطلاعات سوریه بود. هیچ ما را بله انتقال دادن تهران که بازداشتگاه اوین، اونجا بودیم. رفتن گفتن مشخصات رو بدیم. گفت سوال کرد قد شما، وزن شما، سن شما، رسید به موی سر شما، گفتم مشکی. اولین برخورد غیر انسانی این دشخیمان این بود که انشالله خانوادات لباس مشکیت بپوشن. یعنی در همون لحظات اول، ساعت اول که در بازداشتگاه اوین بازداشت، یعنی خواستن مشخصاتمون بگیرن، تهدید شروع شد و در واقع شکنجه از همون لحظه. روز بعد ما را با هواپیما از طریق هواپیمای فرودگاه مهاباد ما را با هواپیماهای مسافربری که وقتی ما را با دست و بند و دست و پا بسته و زنجیر آوردن داخل فرودگاه، هم با بلنگو صحبت کردن، همه مسافرها از جایی که ما استادیم یا رفتن بیرون یا رفتن جای. بالاخره ما البته 2 نفر بودیم، ما را تو هواپیما سوار کردن و با دست و پا بسته آوردن فرودگاه الاهواز پایتخت و مامورا 5-6 تا مامور همراهمون بودن. وقتی تو اهوازم تو فرودگاه آمدیم پایین، بازم 5-6 نفر آماده بودن، دست و پامو گرفتن، با اینکه دست و پا هم بسته است، و ما را پشت فرودگاه سمت راست تو سمت محوطه یک دیوار چشمان باز بود، یک، یعنی اون چشم بند رو چشمام نبود،
یک مینیبوس کوچیک، اون 6 7 نفره، سفید بود. یه دیوار بلوکی زدن که ماشین رو کسی نبینه. ما رو تو همون 4 دیواری بردن، سوار همین ماشین مینیبوس کردن و در همون لحظه با کلاشینکوف تهدیدم کرد که این کار میکنیم و این کار میکنیم. گفتمشون به والله هم در سوریه، هم در تهران و هم در سرزمین اهواز اشغالی، گفتم خدا کریمه. روی هم رفته ما را به اطلاعات مرکزی اهواز که نزدیکای ظاهرا موقعش نزدیکای زیتون کارمندی به قول خودشون، یا همون دوار 4 سود یا چارشیر هست، تو همون منطقه است، ما را بردن. شب شد و صبح ساعت 7 صبح همون ماموری که در سوریه اومد بهم تهدید کرد. من گفت چشمات به من، چشمام بستم و نشستم و اومد یک کرسی صندلی آورد روبرو، گفت ها دیدی آوردیمت، انشالله شروع کن. و همون روز شروع کردن به شکنجه. بفهم. بله. آقای ابونضار، شما چند ماه یا چند سال در زندان اهواز بودید و فکر میکنید بیشتر بازجویی ها از سمت کدام ارگان بود؟ وزارت اطلاعات سپاه بود یا وزارت اطلاعات بودید شما؟ از حضورتون بنده کلا تقریبا، یعنی نه تقریبا، نه 24 ماه دقیقا از ساعتی که ما را بازداشت کردن تا روزی که از اطلاعات ما را بردن زندان کارون، 24 ماه یعنی 2 سال تمام بنده در انفرادی بودم. بیش از 6 7 تا اتاق عوض کردن، اتاقها همه پر بودن. سالونی که ما بودیم تقریبا 40 50 متر طول داشت. دو طرف سالن اتاق هست، اتاقهای عمومی بود، اتاقهای کوچیک که همه پر بودن. والله شبی که ما میخواستیم بخوابیم، گریه و صدای شکنجه تا صبح بود. شکنجه و گریه و داد و جیغ تا صبح بود. و بعد در شکنجهگاه وزارت اطلاعات سپاه. وزارت اطلاعات، بله، نیروهای شخصی البته سپاه و غیره، اینها مسئول بازجویی بودن، مسئول شکنجه بودن و ما را تا تقریبا 7 ماه اول بنده آفتاب ندیدم. تا داد کشیدم، گفتم آقا تو این دنیا آفتاب نیست، میخوام خورشید ببینیم. که ما را بردن یک اتاق 4 دیواری هست که تقریبا ارتفاع از دیواراش حدود 6 7 متر بود و با میل گردهای قوی که اصلا آدم اگر 2 تا آدم پشت بالا سر هم دیگه بیسته نمیتونه سقف چیز کنه. در طول ربع ساعت یا 10 دقیقه و ما را دوباره به انفرادی بردن و 2 ماه کامل، 2 سال عفوا، 2 سال کامل که ما را با ماشین پژو، این مدت نه خانوادم ازش اطلاع دارم نه خانوادم از من اطلاع دارم. ما را بردن زندان کارون و اونجا یه 10 دقیقه ماشین استاد و برگشت مامور که میخوان با روحیم ناراحتم کنن و اذیتم کنن. مامور آمد با اون که جفت من نشسته بهش گفتن زندان، میگه ما اینو تحویل نمیگیریم. ما رو دوباره بردن اطلاعات، تو انفرادی گذاشتن. بله. بله. آقای ابونضار، شما 2 سال در سلول انفرادی بودید، درسته؟ بله. 2 سال در سلول انفرادی، اگر بخواین سکوت، تاریکی و یا حتی تنهایی که باش کنار اومدید توی اون 2 سال رو در چند جمله کوتاه به بینندگان ما بگید، چه چیزی به ذهنتون میاد؟ چی رو تصور میکنید؟ بله، در واقع من اون لحظات ضمن اینکه خودم به قول همطور که خدمتون تعریف کردم
عمری در راه مبارزه بودم، ولی اون لحظات در واقع که بنده داشتم دیوونه می شدم در واقع. و حتی از اون مامورایی که برامون از اون دریچه کوچیک برامون غذا یا آب می آوردن، گفتم آقا حداقل یک کبریت برام بیارید که من بقول بچه های اهواز ما اونجا شیرخط بهش میگن، شیرخط باش بازی کنیم. چون 2 سال در واقع در یک چارچوب دیوار سیمانی شما حتی یعنی حتی صدای انسان نمیشنوید، چون هرچی صدا میشنوید یا گریه است یا جیغ یا سرصداست یا شکنجه. یعنی بنده وقتی اون زمانی که مامور اطلاعات به مامورش گفت که اینو باید، چون مسائلی هست که در واقع من باید اینو بگم، احتراف نکردم، مواردی خاصی هست، گفت اینو برای چی آوردید؟ نه صحبت میکنه نه میشنوه، بشنون اطلاعاتی ها. خواهشم دوست دارم که هر کی این ویدیو رو بشنوه بفرسته برای وزارت اطلاعات. این احمق برای چی را آوردید؟ 2 تا مامور یکیشون رو سینم پرید با 2 تا زانوش که نفسم برید. و اینطور شد که من اون زمان صداهایی که در اتاق میشنویدم، خدا وکیلی دوست داشتم اعدامم کنن و نه این بدبختی اداره داخل بندها رو بشنود که من بهشون گفتم اعدامم کنید. این جوابش بود نه، ما اعدامت نمی کنیم که قهرمان ملیت بکنیم. گفتم آقا قهرمان ملی چی؟ شما این جهنمی که الان درست کردید داخل این زندگی، در واقع با این وحشیگری که دارید انجام میدید، در واقع مورد تحمل هیچ انسانی نیست. نگاه کنید ما الان بدبختی که در الاحواز هست و زندان هست، ببینید در زندان ها چی میگذره. برید ببینید حمزه سواری، یحیی ناصری و ناظم برهی و عبدالاله 21 سال تو زندانن. عمرشون از 16 سال کوچکتر بود، بازداشتش کردن. تظاهراتم به خاطر چی بود؟ همال 2005 به خاطر آب و زراعت و عدم سیاست زمان دوران خاتمی که قرار بودن ملت اهواز از سرزمینشون جدا کنن. ملت آمدن تو خیابونها از حقوق ملیشون دفاع کنن، از حقوق زندگیشون روزمرهشون. ولی تا الان حمزه سواری و یحیی ناصری و ناظم برهی از سال 2005 تا الان تو زندان ها هستن، ولی نظام ادعای اسلامیت میکنه، نظام ادعای عدالت میکنه. من متاسفم جناب ابونضال عزیز برای یادآوری روزهای تلخ و شکنجه های غیرقابل وصف جمهوری اسلامی و زندانهاش. اگر بخوای، من میدونم که شما تحت شکنجه های خیلی وحشیانه‌ای بودید، اگر بخواید فقط یک تصویر از اون روزها رو برای بینندگان ما بازسازی کنید، چه تصویری رو انتخاب میکنید؟ در واقع ما در تاریخ خیلی از دیکتاتوری شنیدیم. ماسولینی، میگن هیتلر، میگن استالین، میگن نمیدونم کی، ولی در واقع من خدا را دعا میکنم و آزادی خواهان و حتی جهانیان که این نظام دشقیم از بین بره و برن دنیا ببینه چه ظلم هایی در زندان های عموم جغرافیای موسوم به ایران، نه فقط در الاحواز اشغالی. نه، وقتی یک تخت 2 نفره 1 نفر 2 نفر میخوابن، وقتی حیات اتاقها زندانی اینطوری نمیتونه بخوابه، باید اینطوری بخوابه تو بغل هم دیگه. و حیات زندان کارون بند 6 اتاق 3 600 نفر زندانی داره دیگه، جایی نیست. اومدن سقف زندان کلن کارونو با چادر برزنت سقف کشیدن با میله گرد. و زندانهای اهواز همینطور، زندان دانقان که بعد از اتمام 5 سال در الاهواز ما را اونجا انتقال دادن، به والله قسم زندانی تو بغل زندانی دیگه میخوابه. یعنی معذرت میخوام اینو، یعنی انگار
تو یک زمانی زندگی میکنی، زمان 50-70 سال پیش که خانواده ها با کودک و بزرگ زیر یک لحاف و زیر بالای یک لحاف داشتن میخوابید. این طوریه. در واقع جهنم اینجاست. جهنم داخل سرزمین اهواز اشغالی و سرزمین های ملل دیگه است. در واقع جهنمی که نظام اشغالگر ایران درست کرده، نظام آخوندی درست کرده، در واقع در الاهواز و سرزمین های دیگه است. زندانی داریم که الان 30 سال خانواده هاشون ندیدن، 30 سال زن و بچهش ندیده. بنده در یک اتفاقی از یک زندان تبعیدی از مشهد آوردن برای دامغان. وقتی فهمید من عرب هستم گفت یک زندانی اهوازی هست 20 سال زندان محکوم شده، هر سال رو در یک زندان باید تموم کنه. هر سال یعنی 20 تا شهر جغرافیای موسوم به ایران باید دور بزنه. در مثلا تهران 1 سال، اهواز 1 سال، تبریز 1 سال، ارومیه 1 سال، بلوچستان 1 سال، همینطوری. پس در واقع این آخوندا، این نظام اشغالگر روی هتلر و موسولینی و استالین و نمیدونم که هر که ادعا میکنن که اونها دیکتاتوریان، اینا روی این دیکتاتوری ها را سفید کردن. 24 ساعت دارن به یزید و معاویه و نمیدونم بدوی را میگن. به والله قسم اون صحبت هایی که آخوندا میکنن، جرم هایی که اینا دارن میکنن بدتر از اون چیزی که ما در عصور وسطایی و قرون قبل داشتیم از این دیکتاتوری ها میشنیم. بله، شما در زندان دچار بیماری های متعددی شدین و حتی دچار بیماری سختی شدین. آیا شما رو در اون زمان که بیمار بودین به بیمارستان منتقل کردند؟ بنده یک نگاه کنید، الان معذرت میخوام در جلو بینندگانتون میگم، نگاه کنید این گوشی من بعد از اینکه داخل کشور سوئد آمدم درست کردن برام، تشکر از دولت سوئد. من مدت 11 سال که در حبس بودم صدها بار یا 10 بار از دادستانی، از ریاست زندان کارون یا دامغان یا و الی آخری، آقا ما را فقط ببرید معاینه کنید. به والله معاینه کردن. حکمم 20 سال حق ورود یا مرخصی به من ندادن. تو حکم دادنامم هم هست 20 سال حق ورود به کل دولت اهواز اشغالی، به قول خودشون خوزستان رو ندارم. این در حکمم هست. من دقیقا تا تبعید آزادم به استحبان. همینطور که گفتم در رابطه با جهنمی که در الاهواز هست یا سرزمین های ملل دیگر، در واقع نظام اشغالگر، نظام آخوندی روی کلیه دیکتاتوری های جهان را سفید کرده. شما نگاه کنید زندانی که مریض میشه، سل میگیره یا مریضی های وخیم مثل سرطان و غیره ما الان داریم در زندان و در زندان اهواز. حق مرخصی به زندانی ها را نمیده. مریضه، میخواد بمیره، ضمن اینکه سند وثیقه گذشته، ولی بنده به عنوان نمونه و اینو من حاضرم در حضور بینندگان عزیز و جناب علی و کل سازمان های حقوق بشر، بنده در سال 2008 وقتی بنده از اطلاعات به زندان کارون منتقل کردن، اون زمان 10 میلیارد ریال یا 10 تومان نمیدونم چقدر میشه، ولی 10 میلیارد برام وثیقه زدن که وقتی به زندان کارون منتقل شدن زندانی ها گفتن آقا باید خانوادت برن پیش صنایع فولاد اهواز که سندش رو بیارن برات وثیقه بزنن. همینطور زندانی های بقیه ما که همه میدونن وضعیت اقتصادی ملتمون چطوریه، مسکنشون چطوریه، یعنی الان با میلیاردها میلیارد، 100 میلیارد و 200 میلیارد و 150 میلیارد الان وثیقه از زندانی میخواد که مریض بره معالجه کنه. در رابطه با در واقع از سازمان های بین الملل کلن
درخواست میکنم فشار بیارن به نظام جمهوری نامقدس اسلامی و برن زندان شیبان ببینن، زندان فجر در سراحی المحمره یا همون به قول خودشون خرمشهر یا به سمت سوس یا همین به قول خودشون شوش، برن زندان فجر که برای جوانای کمتر از 18 سال هست، ببینن اونجا زندانبانا دارن چیکار میکنن با زندانهای اهواز، فروش مواد مخدر، شکنجه، حتی برای تلفنی که اداره زندان ها مقرر کرده برای زندان ها پول میگیرن تا اجازه بدن زندانی 2 دقیقه یا 1 دقیقه در هفته یا در بیشتر یا در روز با خانواده صحبت کنه، برن ببینن اونجا چی میگذره. بله ما در هفته های اخیر دیدیم سازمان های حقوقی در رابطه با الاهواز و بلوچستان و آذربایجان جنوبی نظام نامقدس جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردن، ولی آیا رفتن فشار آوردن که برن داخل زندان هستن چی بگذره؟ در یک بند 7 داخل زندان شیبان 700 زندانی عرب الاهواز هست. اکثرا درخواسته هاشون یا مسائل آب یا مسئله کار یا مسئله اینکه خودشون دارن میگن طبیعت اهواز یا هوای اهواز اصلا مورد زندگی نیست، دود شرکت های نفت، خشکسالی که در الاهواز انجام دادن، آبهای الاهواز 5 تا نهر کارون، نهر کرخه، نهر زهره، نهر دز، نهرهای دیگه و حتی هورهای اهواز خشک کردن، همه شده برای 10-15 میلیون عرب شده مرگ. چون باید دنیا بدونه زمانی که جنگ ایران و عراق در سرزمین اهواز بود از همه انواع سلاح شیمیایی و غیره استفاده شده. الان که سرزمین هامون خوش شده همین غبارها داره ملتمون میکشه. برید بیمارستان های اهواز، خود از سایت های به قول خودشون خوزستان و غیره داره اعلام میکنه روزی 500-600 نفر دارن میبرن خفه میشن از گرد و غبار، دارن میبرن بیمارستان به خاطر خشکسالی و دود و خاکستری که از مواد شیمیایی و حتی شرکت های اتمی که در الاهواز که ما گزارش دستمون رسیده دارن در کارون و جاهای دیگه و لب نهر کارون تا خود عبادان و المحمر دارن اونجا دفن میکنه. اینا همه داره فرزندانمون میکشن. به اضافه اجازه بدید کمتر از 1 دقیقه کلیه شرکت های صنعتی، بیمارستان ها و غیره همه دارن فاضلابشون دارن میندازن داخل نهر کارون و نهر کرخه و این باعث کشتارها و حتی در جنین یا زاد و ولد زنای اهواز داره اثر میکنه. فرزندا دارن ناقص در میان، مشوه هستن به خاطر مسائل بهداشتی و حتی مواد اتمی و غیره که در الاهواز داره استفاده میشه. بفرمایید. ببخشید من زیاد صحبت. نه خواهش میکنم، بسیار هم عالی فرمودید و همونجور که بینندگان عزیز ما میدونن در اهواز جنایت هایی صورت میگیره که میتونم به جرئت بگم در هیچ جای دنیا ممکنه این اتفاق نیفتاده باشه. شهری که در واقع جغرافیایی که شاهرگ حیاتی ایران هستش، تمام مردم ایران مدیون اهواز هستند به دلیل اینکه یک استان بسیار ثروتمند و مردم اونها روی نفت و روی طلای سیاه زندگی میکنن، ولی دریغ از 1 ریال ایرانی که خرج اون مردم بشه و مردم
اهواز و جوانهای اهواز، همون جور که ابونضال بزرگوار فرمودن، برای بدیهیات، برای آب، برای خاک و برای سرزمینشون در زندانهای جمهوری اسلامی ایران تحت شکنجه هستند. آقای ابونضال، من میدونم که در زندان تلاش کردن که شما رو مسموم کنن. از اون روز برامون بگین و از اون اتفاق تلخ. خیلی متشکرم. البته این مسئله خیلی مهمه. بنده اولین و آخرین زندانی که مورد در واقع توطئه کشتن نبودم، خیلی ها بودن. ما زندانی ها معروف به زندانی های سیاسی هستیم که در رابطه با ظلم و ستم و حتی کارهای غیر انسانی، یعنی مثلا در زندان کارون و حتی زندان شیبان ببینید مواد مخدر ممکنه جناب علی، معذرت میخوام، جناب علی یا کسی دیگه، حالا هر که هست، میخواد دنبال وسیله‌ای بگرده بخره، لباسی، غذایی، سیگاری یا مثلا همون محتاجین، بره تو شهرها، تو وسط شهر ممکنه 1 ساعت 2 ساعت طول بکشه تا مواد مخدرش رو پیدا کنه. ولی در زندانهای اهواز و حتی شاید زندانهای دیگه، یعنی شما و همون محتاج تا دهنش رو باز کنه 10 تا میان پیشش که مواد مخدرش بفروشن. زندانیا ما احتراز کردیم به زندان. آقا شما در شعار جمهوری نامقدس اسلامی نوشتید که این زندان ها مراکز اصلاح هست، مراکز بهبودی هست. حالا ما که سیاسی هستیم، ما را میخواید به اصلاح فکر کنید، یا اون محتاجی که مریضه میخواید اصلاح، یا دزدی کرده یا جرمی کرده میخواید اصلاحش کنید. رو لباس زندانم یک عکس مال دادگستری، چی بهش میگن، ترازو، به اضافه زیرش نوشتن اصلاح و تربیت. خب وقتی مواد مخدر از گرد و خاکی که برای ملتمون درست کردید بیشتر تو زندان ها، ما احتراز کردیم در واقع، و این مورد باعث شد که اداره زندانهای کارون و اطلاعات، نه فقط از من، از ناظم برهی، از یحیی ناصری، از حمزه سواری و دههای زندانی اهوازی در واقع ناراحت بشن که چرا آقا شما احتراز میکنید. تهدیدمون کرد اون مامور کمک مسئول بند که مأمور اطلاعات در واقع بود، به عنوان یک زندانی ما را تهدید کرد. بنده شخصا نامه دادیم، شکایت کردیم زندانیا به اداره زندان و بعدش به دادستانی اهواز اشغالی که همون حاکم نظامی است که آقا این مأمور یا این زندانی ما را تهدید به قتل کرده، ولی حمله کرد به بنده. الانم من نمیتونم احتراما بر جناب علی و برای بینندگان نمیتونم لباسام در بیارم تا آثار ضربه زدن چاقو در سینم تا الان آثارش هست، در پشت قلبم زدن تا الان اثرش هست. ضمن این که من به دادستانی وقت نامه دادیم، به طریق غیر قانونی از زندان خارج کردیم و به دادستانی رسید و دادستانی از زندان خواست که از ما حمایت کنه، ولی حدود 6-7 تا ضربه چاقو به من زد. خانواده‌ام داخل و دوستان این مورد رو انتقال دادن به دادستانی و پرونده برامون درست کردن. الان هم پرونده داخل پزشکخانه شهر اهواز پایتخت هست. وقتی خواستن پرونده رو از بیمارستان زندان اهواز منتقل کنن با مأمور برای دادستانی، پرونده در زندان گم شده، پرونده در زندان محو شده و تا امروز که بنده هستم پرونده‌ام در زندان هست. بله، بنده و 10 ها زندانی اهوازی در واقع در خطر مرگ هستند و ما دیدیم در تظاهراتی که در زمان وبای جهانی که شد، زندان کارون بلند شدن، فرزندان ما را در شیبان و با مسلسل بستن، 10 ها زندانی از فرزندانمون رو کشتن،
به اضافه مجروح کردن و در واقع کشتاری در زندانهای اهواز هست، نه فقط با تیر مستقیم یا اون تنابهای دار، بلکه با وضعیت بهداشتی، وضعیت مسمومیت ها، مثلا حتی غذا خوردن. یادشون بخیر زندانی ها، انشالله خدا آزادشون کنه. یعنی در رابطه با تغذیه شما میخواید نگاه کنید، در واقع 1% سلامتی برای زندانی ها نیست، نه پختش، نه نوعش، نه کیفیتش که در زندانی میخوره. و داریم میبینیم جوانایی که خدمتتون گفتم در بعد صحبتم 16 ساله بودن، الان چهره هاشون ببینی انگار 70 سال عمر دارن، به خاطر مسائل روحی، مسائل تغذیه و مسائل جا. شما خدمتتون گفتم بند 7 در شیبان 700 زندانی داره، بند 5 500 یا 300 حدودا 300-400 نفر داره. ببینن اونجا، ببینن بدبختی همون چی میگذره. مامور زندان مسئول، اینا باید خدمت بینندگان، خدمت و جناب علی بگم، مامور رابطه بین اداره زندان ها و دادگستری اومد زندان بازرسی کنه، زندان کارون سال 2009 و دید زندانی ها 2 تا دست لباس دارن یا ساک دارن، 2 تا زیر پوش و شلوار و نمیدونم چی عوض میکنه. به اداره مسئول داخل زندان میگه آقا زندانی چه خبر این همه لباس داره؟ بنده بلند شدم گفتمش حاجی آقا شما الان نگاه نمی کنی که ما جا نداریم بشینیم؟ سطح اتاقا پره، والله بالله اینطوریه. بلند شد صحبتمو جوابم داد. اولم سوال کرد شما اسمت چیه؟ گفتمش من فلانیم متولد اینه. گفت شما خدا را شکر کنید که شما الان جای نشستن دارید یا جفت همدیگه میخوابید رو کف اتاقات تو حیات. ما هرچی برامون میفرستن میندازیم داخل. ظرفیت زندان کارون، این صحبت خودشه، 1500 نفر کل زندان کارون. الان ما 7500 نفر داخل زندانی داریم. شما نگاه کنید بینندگان عزیز، زندان با احتراف خود مسئول رابطه وزارت اطلاعات نامقدس جمهوری اسلامی و اداره زندانهای اهواز با وزارت دادگستری میگه آقا ظرفیت زندان کارون قبل از اینکه خراب بشه 1500 نفر، الان 7500 نفر زندانی داریم. یعنی چقدر؟ یعنی 10 برابر داخل کل زندان کارون با چادر سقف کشیدن، با میل گرد 18 که تقریبا آهنش معذرت میخوام به ضخامت اینه، کل سقف زندان رو کشیدن. پتو 3 تا پتو سربازی، یکی زیر زندانی، یکی رو خودش میکشه، یکی هم رو متکا میذاره تو حیاتا خوره. و والله قسم فقط جایی که لنگ در باز میشه داخل اتاقا یا حتی داخل بند. این وضعیت جمهوری اسلامی که برای ملتمون و ملت‌های دیگه درست کرده داخل اینجا. بله متاسفانه این چیزیه که از زندانهای ایران متاسفانه مخابره میشه، دقیقاً خلاف اون چیزیه که زندانیان واقعی در واقع دارن تجربه میکنن. و همونجور که ابونضال فرمودن، زندانگاهی که زندانهایی که شکنجهگاه مردم عرب هستش، قطعاً با چیزی که جمهوری اسلامی و رسانه های حتی مخالف هم در خارج از کشور نشون میدن کاملا متفاوت هستش. من یک سوال دارم، شما فکر میکنید چند درصد از زندانهای شیبان و کارون، در واقع زندانهایی که در استان هستن، عرب هستن و چند درصد دیگه زندانیان غیر عرب هستن؟ این سوال خیلی مهمیه. در واقع بنده در زندان کارون که بودم، بند سیاسی ها، بند 6 اتاق 3
جمعا ما آمارمون در یک اتاق ها تا 150 نفر می رسید در یک اتاق، که در اون زمان ما 4 تا تبعید در کل این مدتی که من بودم. یکی آقای غلام کلبی بود، غلام حسین کلبی، که ایشون اصالتا عرب بود ولی عضو مجاهدین خلق بود. 2 تا بچه های کرد بود به اسم یوسف و اصلان، که اینا بچه های کردستان بودن، و یک بلوچ بود به اسم اسماعیل. اسماعیل فامیلش فراموش کردم. شما نگاه کنید از آمار 150 نفر تا حداقل 70 نفر 60 نفر در اتاق، چون بعضی ها میرن مرخصی یا انتقالی میدن، تبعید میکنن شهرستانهای دیگه. ما یک نفر به عنوان فارس بود، یعنی در جزو سازمان های فارس بوده، همون آقای غلام حسین کلبی که اصالتا عرب بود، سمت بچه های گناوه و بوشهر بود. بقیه یعنی در واقع میتونیم بگیم 99% عرب بودن. بله، همونجور که گفتید، همون چند نفری هم که گفتید هم باز از ملت‌های غیر فارس بودن، یعنی باز از قومیت‌ها بودن. من فراموش کردم فامیلیش، آقای اسماعیل بلوچ بود. 2 تا بچه های یوسف و اصلان 2 تا کرد بودن. یک آقای محمدی هم آوردن، اونم کرد بود، بچه های آذربایجان بود، نه بچه های کرد بود، اونم که پیرمرد بود. همینطور که اشاره کردید 99%. حتی همون غلام کلبی هم عرب بود، اصالتا عرب بود، محکوم به مؤبد بود، فکر کنم تا الان هم تو زندان هست. منظور این که اکیداً و این نمونش اینه که در واقع مثل اهواز اونایی که غیر عرب بودن اکثرا مهاجر هستن، یا نیروهای امنیتی بودن، یا نظام آورده به اونها کار داده، وظیفه داده، یا مامور اطلاعات بودن یا نیروهای امنیتی بودن. اینا خودشون اصلا، معذرت میخوام، حالا این مسئله تبعیض نیست ولی این واقعیته. اونایی که در شهرهای ما در الاهواز الان داریم میبینیم، ما الان متاسفانه نظام اشغالگر در قرن 21 داره سیاست های افریقای جنوبی 50 سال پیش رو داره انجام میده. فرزندان ملت عرب رو از کار و وظیفه و شغل و اینا دور میکنه، مهاجرین رو داره میاره جهت تغییر هویتی و تغییر همین. اصلا نه فقط جرم های سیاسی به قول خود نظام، نه حتی حوادث بقیه، مثلا اتهامات بقیه هم میبینی 90% 80%شون عربن. چرا؟ چون شرایط زندگی، شرایط فرهنگی، شرایط امنیتی، شرایط کار برای فرزندانمون نیست. به خاطر همین میبینی، همینطور که خدمتون گفتم، زندان کارون سال 2009 7500 زندانی داره. البته باید اضافه کنم برای بینندگانتون، فقط شهر اهواز پایتخت 3 تا زندان بزرگ داره. من 2 تاشو نام آوردم. زندان سومش زندان قدس هست که ابتدای سال جنگ درست کردن، سال 61، که اسمشو الان بهش میگن زندان سفیدار. در واقع جمهوری اسلامی اینقدر قدس فلسطین براش مقدسه، یک زندان برای اهوازی ساخت در داخل اهواز که آزادی خان اهواز رو در اینجا زندان کنه. بفرمایید. خواهش. بله، امروز آزاد هستید و دارید برای آزادی سرزمینتون صحبت میکنید. وقتی در مورد آزادی سرزمین حرف میزنید به چی فکر میکنید و چقدر این به آرزوتون فکر میکنید نزدیک هستید و پیامتون برای جوانهای سرزمین چی هستش، با توجه به مسیر سختی که در واقع پشت سر گذاشتید و آیا فکر میکنید ارزشش رو داشت اون سالها و اون 2 سال شکنجه و قطعا شکنجه هایی که من در مورد شما شنیدم و خوندم
و اتفاقاتی که برای شما افتاده که من فکر میکنم شما حتی ذره ای از اونها رو نتونستید بگید برای ما. یک اینکه پیامتون رو به جوانای سرزمینمون برسونید و اینکه آیا فکر میکنید این راه پر نشیب و فرازی رو که پشت سر گذاشتید آیا ارزشش رو داشته یا نه؟ البته این سوال مهمیه. البته بنده میتونم اینطور اشاره کنم که بنده ممکنه یکی از 10,000 آزادی خواه اهوازی هستند که در واقع زندگیشون از دست دادن. ما به عنوان یک انسان میگیم که گرانترین چیزی که در وجود انسان هست اون جانش هست، روحش هست، به اضافه خانواده و الاخرین، که ما در این مسیر 10,000 نفر از سال 1925 تا امروز خونشون نثار آزادی ملت عرب و سرزمین خودشون کردن. البته آزادی و مبارزه ملل حصرا در الاهواز نیست، کلی دنیا، ملل دنیا، حالا چه در قرون وسطا یا حتی در 100 سال پیش، ملل دارن مبارزه میکنن جهت آزادی سرزمین های خود و ملل خود. ما شاهد هستیم در عصر دههای اخیر چه اونهایی جهت آزادی ملت حالا چه در اروپا چه در آفریقا یا حتی در آسیا ما داریم میبینیم. در سوریه بعد از 14 سال مشارکت نظام جمهوری نامقدس با نظام اسد، بیش از 2 میلیون شهروند سوری جهت آزادی سرزمینشون، ملتشون خون دادن. ملت هامون در واقع از روزهای اول جهت آزادی ملتشون و سرزمینشون از هیچی دریغ نکردند. ما دیدیم ریسان وقتی طناب دار رو آوردن که او را در گردن خودش بذاره، طناب دار بوسید و طناب دار براش مقدس هست و صدها بلکه هزارها فرزندان ملت اهواز. ملت ها ممکنه ضعیف بشن ولی نمی میرن. ملت ها ممکنه ضعیف بشن در رابطه با مسائل ممکن حوادث طبیعی، جنگ ها، اشغالگری، ضعیف میشه ولی به هیچ وقت نمی میره. دوباره این ملت بلند میشه، انقلاب میشه. ما در حداقل منطقه خودم از کشور جزایر شروع کنیم که 1 میلیون یا 1,5 میلیون قربانی داد جهت آزادی جزایر از فرانسه، سوریه همینطور و ملل دیگه. پس ما الان به نظر بنده خیلی خیلی به آزادی نزدیک شدیم. الان ما در هفته همین که بنده فراموش کردم به شما و بینندگانتون تبریک بگم، ماه مبارک رمضان، دیدیم ملت عرب اهواز در کل شهرها، روستاهای اهواز، از هور العظیم، از شهر بوستان یا همین البسیتین خودمون یا الحویزه تا خلیج عرب، همه صدای الاهواز کردن، همه کوفیه قرمز و رو سر گذاشتن، دلیل بر اینکه این پرچم ملی است و این چیزی که ملتمون قانع شدن که باید سرزمینشون آزاد کنن. این صحبت بنده نیست، این صحبت خیابون هاست، این صحبت مادران شهدا هست، این صحبت مادران اسیر هست، اون صحبت هزارها آدم که الان به خاطر اینکه دستگیر نظام نشن یا در زندان ها نیفتن، الان فرزندان اهواز بری آفریقا هستن، از یوغ و ظلم و ستم نظام اشغالگر فرار کردن، بر استرالیا، آمریکا، کانادا، کل کشورهای اروپایی. پس این ملت اکیداً پیروز خواهد شد. الان ما دیدیم سوریه، نظام اشغالگر با کل نورهای نیابتیش
از فاطمیون و زینبیون و حشد شعبی و حوسی و الاخری، به اضافه بزرگترین کشور متحد نظام ایران و نظام بشار که روسیه است، با هواپیما، با توپ و تانک و همه رو سر ملت سوریه ریخت. به اضافه خود نظام دشقیم بشار الاسد، در نهایت ملت سوریه پیروز شد. ما در واقع چیزی که الان آزادی خواهان عرب و غیر عرب میگن که ملت اهواز پیروز میشه، و دلیلش این که ملت اهواز 100 سال مبارزه کردن، 100 سال مقاومت کردن، 100 سال روبروی بدترین اشغالگران. در واقع این ما نمیخوایم به دروغ بگیم یا تهمت بزنیم، نه، نگاه کنید ببینید در اروپا یا در غیره همچین ظلمی و بدبختی سر ملت عرب اهواز نمونش در دنیا نیست، ولی ملتمون مقاومت کرده. همین کوفه‌ای که جناب علی رو گردنت بستی، این دلیله که این ملت پیروز خواهد شد. این ملت پیروز خواهد شد وقتی زن و مرد، کوچک و بزرگ، دیدیم در خیابان‌های اهواز شعار الاحواز نوما نعطیها، اهواز مال ماست، ما اونو نمیدیم، دلیل بر اینکه این ملت پیروز خواهد شد. بله، قطعا همونجور که شما گفتید، ما در روز عید فطر که یکی از روزهاییه که ملت عرب برای بازگرداندن هویت خودش مثل جشن گرگان اون رو عزیز میدونه، در همه شهرهای اهواز به خیابون اومدن و به جشن و پایکوبی، در واقع که فقط یک جشن و پایکوبی نبود بلکه یک نوعی مبارزه برای ابقا در سرزمین مادریشون هستن. جناب ابونضال، یک پیام کوتاه به جوانان اهوازی و مبارزین داخل کشور بدید. تشکر میکنم. البته من امروز این همه فرصت بهمون دادید. من دقایق آخر رو خدمت جناب علی و کلیه بینندگان به اضافه فرزندان ملت عرب و آزادی خواهان جهان، در واقع ملت ها اگه میخوان در واقع دست رو دست همدیگه بدن، تا آخر عمرشون بنده و برده میمونن و این اخلاق در ملتمون نیست. اینو من در صحبتام گفتم. ملت هامون مسلسل ها را در محشور یا کوره با سینه‌های باز استقبال کردن و دیدیم در کوره در همین 2 روز شعارهای تو خیابون ها گفتن که اعقالت ما طاحی الكوره، لا اعقال الاحواز ما يطلعش معنشون. فابناء الاحواز انا قلتها بكثير من اللقاءات، فرزندان ملت عرب احواز، من در تلویزیون ها زیاد ظاهر شدم و گفتم که در واقع ملتمون پیروز خواهد شد، چون ملتمون 100 سال روبروی قوی ترین و ظالم ترین نیروی اشغالگر دشقیم مواجهت کرده. صدها آدم. همینطور ما امروز من در یک خبری در رابطه با حوادث تاریخی فلسطین و نمیدونم کجا و در رابطه با یهود شنیدم، مثلا در این کشور 60 نفر 50 نفر کشته شده. یادم اومد ما فقط در کوره 160 نفر سپاه خون شام بچه هامونو کشت با تیربار، و بعد حتی اون جایی که نیزاری که اونجا بچه همون شهید شده رفت آتش زد. ولی 2 روز پیش ما دیدیم فرزندان کوره تو خیابون آمدن و آمادگی خود را برای مبارزه اعلام کردن. در شهرهای اهواز فرزندانمون اعلام آمادگی کردن. این در واقع دوباره اعلام میکنم که این ما نظام اشغالگر رو مبتلا نمی کنیم. این حق ماست. باید ملت ها بدونن در قبل از 100 سال پیش کلیه کشورهای منطقه اصلا وجودی از دولت نداشتند، حتی کشورهای عربی، نه عراق نه سوریه نه کشورهای خلیج عربی و غیره، ولی اهواز دولت داشت
امارت داشت. شیخ ازال آخرین حاکمش بود، با روسیه، با آلمان، با انگلیس و الاخری روابط دیپلماتیک داشت. پس الان وظیفه ماست، الان دنیا در واقع قانع شدن که این نظام اشغالگر باید و تروریست حقیقتا باید جمع جور بشه. پس ما برای همه چیز آینده باید آماده باشیم. ما حق داریم و حق ما نه فقط خداوند بهش اعتراف کرده، نه حتی سازمان بین الملل و این مبارزه که هر وسیله‌ای که بتونه آدم از وجودش، از کشورش دفاع کنه نباید دریغ کنه و دریغ نکردن. در واقع ملتمون، بله زندانمون دریغ نکردن، زنهامون از مردمون پیشه گرفتن. بله، همونجور که دوست بزرگوار و عزیزمون آقای ابونضال فرمودن، ما در نیزار ماهشر متاسفانه در قیام تشنگان در آبان خونین ما بزرگترین جنایت رو در نیزار ماهشر داشتیم. در ماهشری که به قول دوستی که میگفت اون روز هر کس رفت دیگر برنگشت و جنایتکاران جمهوری اسلامی حتی پس از تیرباران و به گلوله بستن جوانانمون اون منطقه رو به آتیش کشیدن و آقای فکر میکنم شریعتی استاندار وقت فرمودن اصلا ما چیزی به نام نیزار نداریم و با وقاحت تمام اون جنایت رو منکر شدن. ولی حقیقت خیلی روشنتر و شفافتر از این هاست که افرادی مثل شریعتی و ما بقیه دستاندرکاران جمهوری نامقدس ایران بخوان پنهانش کنن. همونجور که اول برنامه گفتم، عزیزانی مثل ابونضال و ابونضال ها حقیقت رو فریاد خواهند کرد و ما باید تلاش کنیم صدای حقیقت باشیم. جوانان اهوازی، جوانان ملت‌های تحت ظلم این رو بدانند که بالاخره یک روز ما اون آزادی رو رقم میزنیم و برای اون روز دست از مبارزه بر نخواهیم داشت. ممنونم از همه عزیزانی که پای برنامه بودن، ممنونم از مهمان عزیز برنامه‌مون و متاسفم بابت یادآوری روزهای تلخ و شکنجه جمهوری اسلامی. من بسیار متاسف هستم که ما مجبور شدیم که این روزها رو برای ابونضال عزیز دوباره یادآور بشیم. ممنونم از شما ابونضال عزیز و مرسی که وقت عزیزتون رو به این برنامه دادید. تشکر. بنده از جناب علی و از کل بینندگانتون تشکر میکنم. در واقع همینطور که خواهر بزرگوار اشاره کردن، لحظات و اون در واقع چیزی که در زندان های اهواز میگذشت آدم نمیتونه در صحنه تلویزیون بازگو کنه. از اون زمانی که مامور اطلاعات به میگه ابونضال اگه احتراف نکنی تیکه تیکت میکنم و میندازمت بره سگا بلا نسبت، که گفتم بنده با جرأت اینو میگم و انشالله این نظام از بین بره و این ماموران در دادگاه عدل انسانی و عدل الهی باید جوابگو بشن. گفتم شما اولین بار نیست که تیکه های گوشت فرزندان آزاده را برای ماهی ها ما داریم. در 2005 معذرت میخوام کمتر از 1 دقیقه وقتی فرزندان ملت عرب اهواز در 2005 با هواپیما بردید در خلیج عرب انداختید یا در هور الفلاحیه انداختید یا در نهرهای کارون و غیره انداختید، ماهی ها گوشتای آزادی خان اهواز خوندید، آزادی خواهان. خیلی از جناب علی تشکر میکنم و پیروز باشید. در واقع ملت ما ارزش پیروزی داره، ملت ما ارزش پیروزی داره و تشکر از جناب علی و از کل بینندگان جناب علی.
متشکرم و با برنامه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام. شکرا.